لطفاً اگه فرزند دختر دارین با دقت به صحبت‌های من گوش کنین. یه روزی این دختر کوچیک شما که الان دستای کوچیکش تو دستای شماست قراره تبدیل بشه به یه زن مستقل، به یه همسر و مادر ارزشمند. اما اینکه چطوری به اون نقطه برسه کاملا به تربیت شما بستگی داره. اگه بهش یاد ندین که ارزشش به ظاهرش نیست، قراره تو مقایسه‌های زیاد خودشو بسوزونه. اگه مهارت نگفتن رو بهش یاد ندین، قراره در آینده خیلی ازش سوء استفاده بشه. باید بلد باشی بهش یاد بدی که ارزشش به تلاش و تواناییش، نه ظاهرش. بتونه نه بگه، نه به آدمایی که بهش دارن آسیب میزنن، نه به شرایطی که نمیخواد توش بمونه. بتونه از حق خودش دفاع کنه بدون اینکه نگران باشه که دیگران چی میگن. اگه یه روز دیدی که دختر تو زندگیش موفقه، روابط سالمی داره، میتونه روی پای خودش وایسه، بدون که یهو این اتفاق نیفتاده، اینو از تو یاد گرفته.